دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال سلام. در خدمت شما هستیم با کار کاشی و سرامیک. ابتدای ورودی یک ساختمون که وارد میشین، درب ورودی حال میشه نقطه A برای شلنگ‌تراز انداختن و همسانسازی کل ساختمان. خب اولین کاری که میکنیم همین شلنگ‌تراز انداختن از نقطه درب ورودی حال، نقطه A شما و نقطه B و نقطه C و نقطه D که مثلا اتاق خواب باشه و نقطه مثلا کنج ساختمان و این همه با هم در یک لول با نقطه A هم تراز سازی میکنیم. خب نحوه شلنگ تراز انداختن. خب شلنگ تراز رو اون رو آب میکنیم به طوری که هوا یعنی دچار حباب نشه وسط شلنگ، هیچ نوع حبابی نداشته باشه. حتما از یک آب ثابت آب کنین، چون آب مثلا شهری متصل کنین یک سرش با آب شهری، احتمال اینکه هوا داخل شلنگ تراز بره زیاده و از یک آب راکت و ثابت استفاده کنیم که هیچ نوع هوایی وارد شلنگ ترازمون نشه. خب من این شلنگ تراز رو آب کردم. خب اگه شما ببینید دو نقطه آب مشخصه. این دو نقطه که از سلاتون وایسه توی یک سطح قرار میگیره، یعنی این سطح شلنگ تراز با این سطح نوک آب، این شلنگ تراز با هم دیگه تراز هستن. خب نقطه A شما درب ورودی حال هستش، اونجا که در یک فاصله مثلا 70-81 متری یک علامت میزنین و یک سر شلنگ تراز رو در نقطه A قرار میدین و نوک آب و یک سر دیگر رو در نقطه B که یک کنج ساختمان باشه قرار میدیم و از نظر و اینو نوک آب با نوک علامت همسان میکنیم و نقطه B هر نقطه که قرار گرفت همون نقطه رو علامت میزنیم. از اینکه علامت شلنگ تراز رو انداختیم به وسیله متر، مثلا نقطه A رو من بخوام متر کنم شده 1 متر و 8 سانت. خب شما در نقطه B هم 1 متر و 8 سانت در نظر میگیریم و نقطه A با B میشه تراز و نقطه C و نقطه D و نقطه های دیگه ساختمان که شلنگ تراز انداختیم باید همون 1 متر و 8 سانت باشه که با نقطه A درب ورودی حال همسانسازی و تراز باشه. بعد شروع میکنیم به کف سازی کردن. شلنگ تراز رو انداختیم با نقطه A ساختمان که درب ورودی حال هست، دربای سرویس بهداشتی، دربای حمام و توالت اگر امکانش هست که اونو مثلا یه توالت تعیین میکنه که چه نقطه‌ای در قرار میگیره و اینکه اگر امکانش هست با درب ورودی حال هم تراز بذاریم یا نهایتا 1 سانت بالاتر. اگر امکانش نیست دیگه مثلا یه پله 15 سانتی 10 سانتی میخوره. خب درب اتاق خواب حتما توجه داشته باشیم که در اتاق خواب با درب ورودی حال توی یه سطح تراز باشه، چون این درها سرامیک از روی قسمت ورودی در یعنی رد میشه. حالا شما یه 2 سانت یا 1 سانت 2 سانت مثلا پایین تر بذارین که ملاک بخوره و سرامیک از روی درب اتاق خواب رد بشه. همراهان کانال همونطوری که گفتم کفسازی اتاق خواب رو انجام دادیم و بر اساس شلنگ تراز اینجا 80 سانت هستش و قسمت های دیگه هم کنج های دیگه ساختمان هم به همین شکل 80 سانت و یا هم به همین شکل. همه جا باید همون 80 سانت از لبه خطی که شلنگ تراز زدیم به پایین باشه.
دوستان عزیز کانال ما رو دنبال کنین. انشالله هفته یک ویدیو به صورت گام به گام آموزش گاشی و سرامیک رو میذارم و کانال ما رو حمایت کنین، دنبال کنین و برام کامنت بذارین. ممنون.